خب این درمانش چجوریه؟ چقدر هزینه داره؟ کجا باید درمان بشه؟ حقیقتش برم آمریکا یا آلمان؟ آمریکا، خب نیویورک. نیویورک. این دکترات از من گرفته اونجا باید درمان میشم. خب چقدر هزینهشه؟ هزینه درمانش دکترم که رابط من و اروپایی گفت اولوش 5 میلیارد هزینه میشه. 5 میلیارد. آره کم میشم، صفر میشه اینا مثلا. اونا شلتر میشه. آره میگن که به گلبول قرمز تماثر کرده، اینجا تو آزمایش ها معلوم میشه. دیگه گفته باید پیوند مغز و سخن بزنیم، درست میشه اگه پیوند مغز بزنه. نه سرایت نمیکنه اصلا. جنسشون چیه؟ سفته، مثل ناخونه تقریبا، درسته؟ حالت شاخ مدله. ساق پاتم هست بس. نرسیم یکی از انگشتاتو کندی کلا؟ یه انگشت کوچیکه رو خودت کندی؟ نه بابا با سیمچین؟ ای بابا مجبور بودم یا میشکست ایزگی. زیر پاتم ببینم، زیر پاتم ببینم. 500,000 1 میلیون فقط اینا معلوم